این نوار لحظه ثبت شده است که مویخوبان تیلابووا مورد حمله حمده‌اش قرار میگیرد. این حادثه یک ماه پیش در دهه افردی ناحیه فرخار رخ داد. در این نوار مردی حمله کننده میگوید که گاوهای مویخوبان وارد زمینه شده اند. گویا این حالت باعث عصبانیت بیگ احمد نظرов شده او به مویخوبان حمله کرده است. اما مویخوبان میگوید که برعکس بیگ احمد گاوهایش را با زور به سر زمینش آورده است. با گفته مویخوبان بیگ احمد زمانی که گاوهایش را میبرد به او حمله کرده است. امی گاو در درخم خیلی فکش چخ بستگی که من دیلم سوخ کی برام گاو تیز خوی کنم. گفتم خواهم را فکش شد خشرو ببندش گاو میم برا نابود مور گفت پختای مرا خورده گفته کم خیلی اقارت خای ایوچه و ایختخته و ای هم اقارت کرد. مویخوبان و بیگ احمد در کنار هم زمین های کیش دارند. در نوارها دیده می شود که بیگ احمد گاهی با چوب گاهی با مشت میزند. خانواده مویخوبان خودی همان روز به میلیسه ناحیه فرخار شکایت کرده اند. مویخوبان از تشخیص سودی طبی گذشته است و جراحت های برداشته او جزئی تلقی می شود. اما مویخوبان میگوید که تا حال جای ضرب های خورده حمده اش را تبابت میکند. من هر گانی خدمت میبینم سرم درد میکنه پام درد میکنه جای زاگیاش مقصد علم میکنه میگم من از تغازی را 20 سال زندگی میکنم مرا شوهر خود مالی پد گفتگی نیسته. در پی شکایت مویخوبان پلیس فرخار برای بیگ احمد پرونده مأموری باز کرده است. ما تلاش کردیم نظری بیگ احمد را گیریم اما خانواده‌اش در را برای ما پوشید. بعد انتظاری های نیم ساعته خانواده بیگ احمد گفت که او در خانه نیست. دادگاه فرخار روز 19 ایون اختلاف بیگ احمد نظرов و مویخوبان تیلابووا را پایان داد. بیگ احمد نظرов با ماده 460 کدکس حقوق ویرانکنی گناهکار دانسته شد و با پرداخت 476 سومانی جریمه نقدی محکوم شد. با این حال همان طوری که از قرار دادگاه دیده می شود سخن از لط و کوبی مویخوبان نیست. در قرار دادگاه تنها به سخنهای قبیح بیگ احمد و پشیمانی او اشاره شده است. خانواده مویخوبان تیلابووا میگوید که نسبت او به عدالتی صورت گرفته است. خواهش دارم که همین آدمای کارگراشه مقصد ساز چی کنه همی سوم بگیرن و آدما در لط و کوب دوره غلامداری و دوره دموکراتی. اکنون مویخوبان تیلابووا علیه تصمیم دادگاه فرخار درخواست تجدید نظر داده است. او میگوید تا زمانی که عدالت برقرار نشود و بیگ احمد نظرov جزا نگیرد از شکایت دست نخواهد کشید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار.